بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش درست تلفظ قرآن کریم برای او عده از خواهرها و برادرایی که قرآن کریم را میخوانند اما درست تلفظ کردن نمیتونند. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما کسی است که قرآن را یاد بگیره و بر دیگران یاد بده. بنابراین در اثر پیشنهاد یکی از دوستای بسیار عزیز از این به بعد برنامه‌هایی را در قسمت تعلیم قرآن کریم بر از او عده برادرها و خواهرایی که قرآن کریم را درست تلفظ کرده نمیتونن، یعنی خوانده میتونن اما درست تلفظ کرده نمیتونن، برنامه هایی را روی دست گرفتیم. چی برادرها و خواهرها خردسال باشن یا بزرگسال فرق نمیکنه. مسلمان در هر برهه از عمر که قرار داشته باشه برش لازم است که قرآن کریم را یاد بگیره و برای دیگه هم یاد بده و درست یاد بگیرم. ما در آغاز از سوره های مبارک شروع میکنیم که ما شما همگی در نماز اونا را بیشترین اوقات میخوانیم. همون سوره های کوتاه و بیشتر از سوره مبارکه فیل تا سوره مبارکه الناس مردم میخوانن این سوره ها را. معظمی سوره مبارکه فیل یا علم تر کیف شروع میکنیم و بعد وقتی که سوره ها را تمام کردیم باز از ابتدای قرآن کریم شروع میکنیم. ولی از آنجا که ما در نماز همیشه فاتحه الکتاب یعنی الحمدلله شریف میخوانیم، در هر نماز خود ضرور است که بخوانیم، در غیر از اون نماز ما درست نمیشه بدون فاتحه الکتاب. و از سوی دیگه آغاز قرآن کریم هم با می سوره مبارکه است. بنان اول سوره مبارکه فاتحه را میخوانیم براتون و بعد از سوره مبارکه الفیل شروع میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمدو نگوین که درست نمیشه، یک واو اضافه میشه، باز بهتر است بگوین یک امرای پیش بخوانی الحمدو. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت. اینجا العمت میگه بعضی، العمت غلط است، انعمت نون است. انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. البته کلمه آمین جز سوره مبارکه فاتحه و جز آیات قرآنی نیست، ولی ما و شما در نماز او را بعد از اینکه سوره مبارکه را یا خود ما تلاوت کردیم یا امام تلاوت کرد میگیم. بعضی ها با صدای بلند میگن و بعضی ها با صدای آهسته میگن. حال سوره مبارکه الفیل یا همون سوره مبارکه علم تر کیف را برتان میخوانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأکول. این سوره مبارکه را
به این شکل هم میتونین بخوانین. بسم الله الرحمن الرحیم. علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدهم فی تضلیل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. یعنی در آخر هر آیه کریمه توقف میکنین، وصل نمیکنین. حال سوره مبارکه قریش میخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. و حال سوره مبارکه الماعون میخوانیم که امو ارأیت الذی به می نام معروف است در بین مردم ما و شما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذی يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. حال سوره مبارکه الکوثر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فعلا به همین اندازه اکتفا میکنیم. انشالله در روزهای بعدی سوره های مبارکه دیگر را به حضورتان قرائت میکنیم. شما برادرها و خواهرای مسلمان وقتی که این سوره ها را گوش میگیرین لطفاً قرآن کریم را باز کنین. این سوره ها در صفحات آخری قرآن کریم قرار دارن و همین تلفظ از ما بشنوین و الفاظ این سوره های مبارکه آیاتش در خود قرآن کریم ببینین و با ما تکرار کنین. خداوند شما را توفیق بده که قرآن کریم را درست یاد بگیرین و به دیگه دوستایتان و به دیگه اعضای فامیل، دوستا و خیش و قومایتان هم تعلیم بتین و همین برنامه ها را لطفاً به همه دوستایتان در هر جا که هستن روان کنین تا اونایی که تلفظشان درست نیست در خواندن قرآن کریم تلفظ خود را درست کنن. خداوند شما را در حفظ و پناه خود نگاه داره.